soldiers, and Taftan mine-sweeping machine that can sweep up to 30 centimeters underground and 3 meters horizontally. Mr. Islami told Iran Today about other army achievements. یکی دیگر از بخش‌هایی که دستاوردهای اون مورد توجه قرار گرفت در بخش دفاع سرزمینی هستش که یکی بحث تانک‌های پیشرفته، دیگری بحث نفربر یا خودروهای تاکتیکی و دیگری بحث توپخانه‌های متحرک با برد بالا. یعنی الان توپخانه‌هایی رو که ما قبلا با یک برد مثلا 25 کیلومتر برد رو ما استفاده می‌کردیم، توسعه تکنولوژی که در اینها انجام شده برد توپخانه‌های ما رو، برد مؤثر آتش اینا رو به بالای 45 کیلومتر رسونده. به علاوه اینکه این توپ‌ها رو بایستی قبلا حمل می‌کردیم، در یک نقطه مستقر می‌کردیم برای دفاع از سرزمین، امروزی که ما نیازی نداریم که اینها رو با اون شیوه به اصطلاح گذشته بخوایم استفاده بکنیم، اینها رو تبدیل کردیم به سیستم‌های موبایل و متحرک. And Iran's armors go far into the deep blue seas. Iran's borders reach into the waters in the north, the Caspian Sea, and to the south, the Persian Gulf and the Sea of Oman. Iran's naval industries present the Jamaran destroyer, a guided missile frigate launched in 2010. آنچه را که در اخبار مثلا مشاهده کردید مثل ناو شکن جماران که در اختیار نیروی مسلح قرار گرفت، مصداق این دستاورد ظرفیت صنعتی هست که به وجود اومده و قادره که این دستاورد را تولید بکنه. یا ساخت زیردریایی ها که امروز ما به یکی از قطب‌های ساخت زیردریایی مطرح در دنیا تبدیل شدیم و قادریم در این کلاسی که تا به حال تولید کردیم قادریم که رقابت بکنیم با کشورهایی که در این رشته فعالیت میکنیم. All this has been done under the supervision and not just by the Ministry of Defense. The ministry manages the implementation of defense plans by negotiating and dividing operations among various firms and universities. On the National Defense Military Day, Iran's Minister of Defense, Brigadier General Ahmad Vahidi, provided further details. همکاری‌های گسترده‌ای رو که با دانشگاه‌ها داشتیم، ما امروز میتونیم بگیم 350 پروژه مشترک با دانشگاه‌ها داریم. 1300 پروژه دکترا ما امروز در دانشگاه‌ها همکاری تعریف کردیم که مستحضرید تعریف پروژه دکترا با شرایط موجود خب کار بسیار دشواری است و این به حمدالله انجام شده و محقق شده. ما امروز با بیش از 1500 شرکت صنایع همکار و شرکت‌های مختلف امروز برنامه داریم و توانستیم در واقع اینها رو در اون شبکه بزرگ خودمون استفاده کنیم و به کار بگیریم. The cooperation between the Ministry of Defense, universities and private companies has taken Iran to attain 139 active military industries. 700 private industries are working with the Defense Ministry, leading to 1,100 military and civil products. Right now, 15,000 researchers and personnel are operating in the defense industries, and that has brought about 270 domestic technologies. تکنولوژی‌های زرد هست که در داخل کشور دانشگاه‌ها و همچنین شرکت‌های فناور برای ما انجام میدن که با اینا همکاری میکنیم و خوشبختانه در این بخشم که ما از دوستان استفاده میکنیم تقریبا ظرفیت‌های خوبی رو از کشور تونستیم به کار بگیریم. به عنوان مثال ما در بررسی منابع انسانی و شرکت‌های فناور حدود 350 تا شرکت و مؤسسه رو به کارگیری کردیم. بالغ بر 2000 محقق رو مستقیما به کارگیری کردیم که این داره سرویس مستقیم به سیستم سایران میده ولی در فضای کشور در شرکت و یا جاهای مختلف پراکندن. The US-led sanctions have been aiming at slamming international doors on Iran, but Tehran says it has turned restrictions to opportunities. Even though pressure is mounting on Iran, officials at the Defense Ministry say sanctions have not grounded the nation.
تکنولوژی در دست کشورها نیست، در دست انسانها و شرکت هاست. هر کجا که انسانها و شرکت ها مزیت براشون پیدا بکنه اون دانش رو شیر میکنن. از این منظر ما پس میتونیم بگیم که به عنوان یک ذینفع و طرف مقابل هم به عنوان یک ذینفع در بسیار از تکنولوژی ها روابط خیلی دوستانه صمیمی. البته قرار نیست که این رو خیلی مطرح بکنیم، ولی ارتباطات بسیار خوب هست با بیرون و هر از گاهی که سازمان ملل یا اتحادیه اروپا موضوعی رو مطرح میکنه، کسایی که مراجعه میکنن برای کار با ما خیلی بیشتر میشه. The West claims Iran is on the verge of attaining nuclear weaponry, while the very same countries have openly admitted to possessing nuclear warheads. This while Iran has itself fallen victim to lethal weapons during the Iraq-Iran war. Iranian statesmen say they are bound to the moral teachings of Islam. در آموزه‌های دین اسلام وجود سلاح کشتار جمعی ممنوعه، یعنی وجود بمب اتم ممنوعه. یعنی ما یک گناه می‌دونیم اون رو، نه یک ابزار دفاعی یا هجومی، بلکه وجود بمب اتم یک گناهه. پس ما هیچگاه به طرف دسترسی به اون نیستیم. Iran firmly states that its research and development in the military realm is only and only for self-defense in case of any foreign military intervention. The whole idea of promoting Iran's military might is to, as Mr. Abedi says, show off power in case any country is tempted to cross the red line. قدرتی رو می‌آفرینیم که دشمن نه تک میکنه نه میتونه تک بکنه، نه ما نیاز است که پدافند بکنیم. ما چیه؟ بازدارندگی میکنیم. قدرتمون رو به رخ دشمن میکشیم و هیچ هم تحریک نمیکنیم اون رو و برای هیچ کسی هم تهدید نیستیم. President Ahmadinejad confirmed the notion in a speech at Tehran's Malik Ashtar University. سیاست دفاعی ما بازدارندگی است. دفاعی است. ما از قدرت نظامی نمیخوایم برای فتح سرزمین ها استفاده کنیم، برای تسلط بر بشریت استفاده کنیم. خیر، هم جلوی تجاوزها و ظلمها و بی‌عدالتیها و کینه‌گستری‌ها را بگیریم. For Iran, the use of military weaponry is only an option when it comes to responding to foreign intervention. Tehran backs this claim by putting forward its peace-loving reputation of not invading any country in the past 200 years. All in all, the main concern of the Iranian military is to prevent any attack against Iran.